زندگی خودش همین از خنده عبارت است. ما همه وقت خرسندیم، میخندیم، جای کار در مثال یک هزاج میکنیم، شوخی میکنیم. مثال همین توجیه که ما میدونه که همین یک گپه به 77 پهلو تا میته، همین ندیده شوخی میکنیم، میخندیم. کمتر. برای چی کمتر؟ برای یک مادام داشتیم علینوود جدا شدیم خطیش. دلارام 46 میکره رایون بود. هر روز میخندم، بسیار میخندم. نسنجیدم نیکی خیال میکنم که خودم آدمی وقتی خواستم خیلی زیاد بخندم و مقایسه اگر 10 سال پیش بگیم البته کم شده است. برای چی؟ ممکنه وضعیت زندگی باشه. بله بسیار شده است. چون 10 سال پیش نه فقط من بسیار مردمی توجیک همین بلکه خشک خندیدن نداشتم. روزی دوره روزی خنده ما کمتر شده برای که پرابلم روزی و شده برای کمتر شده. ایشاکو چک کرده. حضورش زد کامه. برای چی؟ برای اون که هیچ کنی سوی خطی هم کورسو باشه خطی بچه‌ها باشه یا رفیقا بعد هم یگان شوخی میکنن میخوان. اکثر وقت بسیار میخوام. وقتم خوشه. زندگی خوبه. هر روز میخندم هر روز. برای چی میخندید؟ خیلی کمپانمون شوخه. مزاق میکنه.